چند سال می شود که خلق تاجیک و ازبک با هم مناسبت‌های دوستانه دارند. برای تقویت این مناسبت‌ها همه ساله بین تاجیکستان و ازبکستان ده‌ها شرطنامه‌های همکاری بسته می شود. این نکته را حکیم جان زاکرов جانشین رئیس مرکز فرهنگ ازبکان در ولایت سوخت صبح امروز سنه 20 اکتبر هنگام ملاقات با نویسندگان و روزنامه‌نگاران مرکز فرهنگ تاجیکان در جمهوری ازبکستان تاکید کرد. سالها باز که ما با آنها برای دوستی رفاقتی ازبکان و تاجیکان را خوب کردن کار میبریم. در مرکز ما مجله میبراید که در تاجیکستان یگانه با زبان ازبکی میباشد و گزیده میبرادیم که نامش معنویت میباشد. ملاقات نمایندگان مرکز فرهنگ ازبکان در ولایت سوخت و مرکز ملی تاجیکان جیزخ ازبکستان در تالار ریاستی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفروف برگزار گردید. در آن مهمانان از ولایت جیزخ کشور همسایه از جمله نویسندگان و روزنامه‌نگاران و نمایندگان مرکز ملی تاجیکان جیزخ اشتراک نمودند. هدف تقویت دادن مناسبت‌های دوستانه این دو کشور همسایه محسوب می‌شود. در این جمع اشتراک دارند مرکز ملی مدنی تاجیکان ریسپوبلیکا. در اینجا در کمیته بین ملت ها کمیته بین ملت های ازبکستان اشتراک دارند. از سازمان اتحاد نویسندگان ازبکستان اشتراک دارند. ما همه مقصد یکتا برای مستحکم کردن دوستی خلق ها بین ازبکستان و تاجیکستان خدمت میکنیم. در دایره ملاقات مهمانان ازبکستانی به اشتراکچیان کتابی را با نام راهنما هدیه نمودند. کتاب مذکور بازگوی فرهنگ خلق تاجیک و هم ازبک است، زیرا در آن نمونه ها از ایجادیات شاعران و نویسندگان تاجیک و ازبک گرد آورده شده است. اهمیت این کتاب در آن است که در اینجا نمونه از ایجادیات ادیبانی ازبک زبانی ولایت سوخت و ادیبانی تاجیک زبانی ولایت جیزخ جمع کرده شده است و این کتاب نیز به فکر ما برای در روحیه وطن دوستی، در روحیه مناسبت های خوب و دوستانه تربیت کردن نسل نورس خدمت میکند. هدف اساسی ملاقات این مستحکم نمودن مناسبت‌های دوستانه بین تاجیکستان و ازبکستان و با این وسیله شناسایی این دو خلق همسایه با فرهنگ و مدنیت دو دولت محسوب می شود. گزارش فرزانه شمسی و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.